خانمی بهار، تشکر زیاد برای فهمیدنتان. از راستی تشکر زیاد. رحمتی کلام. خواهش میکنم جناب زیا، یعنی من برای سومن شده به همه کار راضیم. به این هم عدن اینجا نیز دیگر در اینجا ایستادنم معنایی ندارد. من هم بلاهای بالای سرم را یک طرف کنم، بعدن می آیم به نزدتان برای سومن. آنجا یعنی نزدی بیتول برای شما امتر است. کنی پیشیرین چه؟ باز می بینیم میلش. تا حاضر به نزد عمد رو منتظری من باش. اما من می آیم. میلش پدر جان نکندر نکنید. میلش کنی با ماشین شینید. رفتیم دخترم. منتظر چی هستی ساختکار؟ راو پر را گرفته بیار. شد تمام دیوانه، این کار را حل میکنم. اوهی از بهار خلاص شدم. نوبت کمالی سیاه است. Bonjour, mademoiselle. این چی است؟ چی است؟ Je suis Kamoli Siah. Que me ou se parle peu? تو چیکار میکنی؟ آخر عدنانی جسور گفته بود که شما را از پسرهایی که زبان فرانسوی را میدونن خوشتون میآید. کدام عدنان؟ مرا فرانسوی نه و از ایتالیانی خوش میآید. باز شیمی پوچه کوتاه. رو اکنون. اما جسور با من این خیلی گفته بود. ای عدنان، تو خوب میدونی میلیس رو از چه خیلی مرد خوش میآید؟ میلیس رو از مردهایی که فرانسوی رو میدونن بسیار خوشش میآید. بازون بچه هایی که شمهای کالتا میپوشند کو دقتش رو جلب میکنند. یامان خیر خانم میلیس که اومد مجبورم که شیمی پوچه کوتاه پوشم. این دختر ما رو فریب داده بوده است. رو خیر تنها بودن میخواهم. نمیروم. ناراحت شدی مگر؟ خیلی باز نمیروم. با تو باید یک چیزی مهم رو گپ زنم. حاضر گوش کردن نمیخواهم. یگان وقتی دیگر. حاضر گوش میکنی؟ مگر تو به من امر میکنی؟ تو رو دوست میدارم میلیس. گویا مجبورم که تو رو گوش کنم. میدونم که دل تو هم نسبت من خالی نیست. به این هم از وقتی که آمدی. تو چی گفتی؟ تو رو دوست میدارم گفتم، نشنیدی؟ نشنیدم. شنیدن هم نمیخواهم. چرا این خیلی مناسبت میکنه؟ چی گناه دارم که تو رو دوست داشتم؟ تو یک دروغگوی هستی. دروغ نمیگویم. تو رو بسیار دوست میدارم. بسیار دروغگوی هستی. خطری بابای قادر گذشته بود. چرا این رو به من نگفتی؟ من بعد نگفته بودم که رفته میلیس رو بگو که خطری بابای قادر پسی سر شد. اکنون میتواند آید. چه خیل عدنان؟ چه خیل عدنان؟ عدنان من بودم. حالا هم دروغ میگویی؟ چی؟ عدنان تو بودی؟ مرا مسخره نکن که بسیار بد میشود. عدنان من هستم. تو این رو از اول میدانستی. من آن رو به خاطری که عشقم رو به تو نشان دیم کردم. همین خیل نزدیک شو. نزدیکتر بیا. من به تو عشقم را نشان میدهم. چی شد؟ یا اینکه میلیس مرا میبوسد؟ انا به تو عشق. از این پس از من دور باش. دخترم چیکار میکنی؟ این صدای چی است؟
خانه تمیز دارم پدر. خانه رو تمیز داری؟ دخترم چه لازم است؟ یگان کس رو کرایه کن، چرا خودت رو خسته میکنی؟ در خانه هجری هستم پدر. خانه رو تمیز دارم. چی؟ هجری گفتی؟ خیر بعداً صحبت میکنیم. حالا دخترم آخر من تا حال نگذاشتم که به دست دخترم چند کشک باشد. این مؤذن از حاضر دخترم را خدمتگار کرده است. آنها را باید زود جدا کنم. بابای قادر، من یک فکر دارم. چی بوده است؟ مادامی که ما مؤذن را به خاطر دخترتان پرانده نمیتوانیم، این خیل باشد مؤذن را ناپرانده جدا میکنیم. چه میشد این کار؟ مؤذن و دخترتان را تنها سحر پاپ جدا کرده میتواند. چه سحر؟ سحر پاپ. چه پاپ؟ تو با من مسخره بازی داری چی؟ استغفرالله بابای قادر، مگر این خیل میکنیم زود نتیجهش را میبینیم. در 24 ساعت جدا میشود. راست میگویی مگر؟ از تجربه گفتم بابای قادر. پیشک یک رفیق بیمار شد، نزد پاپ برد، تیز فایده کرد. تو مرا مسخره کرده ایستادی؟ دختری من به تو گربه است؟ اگر به گربه فایده کرده باشد به دخترتان حتما فایده میکند. از کجا پیدا میکنیم پاپ رو؟ ما کوفته پیدا میکنیم. گوش کنی خیزت، رفتیم یکم پاپ میابیم. از این شوکت پلها را بخواهم میداده باشد. عجبا نمیدهد. این ابله گناهش را هم نمیدهد. به این هم بینمان صلح نیست. خیر انیق در همین جاها پنهان کرده است. پول رو در کجا پنهان کرده باشد؟ آبا زهرا زبانش شده باشد. لبه جانم چی میگوی دختر؟ نفهمیدم. ای وای چیزی نشده از حالا هم همان خیر. زهرا پیام فرستان. پیام هیچ گفت رو نفهمیدم. بهار را فرستانده ای؟ چرا به من نگفتی؟ بسیار خرسند شدم. زود به نزدم بیاد، تو را یاد کردم. تمام جانم، زود می آیم. زهرا جان این رو خور، زبانت زود گشاده می شود. داروی تو در درون نشسته. مادر این چیست؟ زبان تیمسا. زبانی تیمسا گفتید؟ اگر این رو خوری زبانت زود گشاده می شود. ای مادر چی کار میکنید؟ مگر زبانی تیمسا رو میخورن؟ زهرا جان این رو از یک متخصصی همین ساحه، از یک دوگانه هم پرسیدم. اگر از این خوری زود زبانت گشاده می شود، مشکلی از بین می رود. یعنی اقلا یک گازگیری کافی است. زهرا آدم از تبابت نمی گریزد. این رو می خوری. زهرا این رو می خوری. با کجا؟ اینجا بیا می خوری گفتم. می خوری یک گاز باشدم می گیری. یا خدایا اویلوی دیوانه شدیم. این زبانی تیمسا هست؟ بابای خدیر ما اگر پاپ رو در کوچه ها جستجو میکنیم چیکار کنیم احمد؟
و کلیسا را تا پاپتان را گرفتن میخواهیم گوییم. پاپ عثمان رو میگفتیم در زمین بوده است. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. دور باد بابای قادر از من. مایدی خیلی پاپ کن اینجا بیا. شوکت در کجا گذاشتی؟ پول رو در کجا پنهان کرده باشد؟ خدا زده. اوف. وای پاپی ابله در اینجا پنهان کرده است چی؟ ما باید رفتن یک مشتی آب پس کنیم. کی بار میخواه باشا؟ ای بچه ای شرافیدین است تو کامیسیان کو؟ این همان پاپی خودمان شرافیدین نیست مگر؟ ها؟ اکا با خدا کی او است؟ این بابای قادر چرا از پسی آن پاپ میدود؟ اگر بگیم خدنش کردنی اینو درست است. این بابای قادر فقط میگیره میکشه آدمو را، یکم ضرر هم نداره. وای 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 بیچاره را میکشد. یک همون دورو کشده به این هم او ما رو فریب کرد، ختنه هم نشد. راست که مگر این خیل میشود؟ بیا دویده رفتم وای بیچاره را نجات میدیم. دوید عایده است همین پاپ سپرس میشنیم لیکن یا بسم الله. آرام باش آرام باش آرام باش آرام باش گفتم. سلام علیکم. خدا جان تمام کپه شوکت دود کرد. قادر تو از این پاپ چی میخواهی؟ و تو چی کنانی دیوانه؟ با پاپ یا کار داری؟ تو چی کار داری با پاپ ها؟ کنی گپ زن؟ پاپ رو با ما ده کنار. کم گپ زن. من نمیدیم با تو. بگو که تو چی کار داری با این پاپ بیچاره ما؟ اماده گفتم که کار داره. قادر تو چی کار داری با این پاپ منافق؟ این بدبخت را میکشی همین خیل نه؟ ها؟ اکه کنان به فکرم دیهم رود. شاید به آنها لازم باشد. خیر نه. آها روز میگه که کانون بو تجبور و بایم پشتیم پاپ یگم شپ و شپ منشه قطعا که خودی بو تجبور و به اینم خدنش نکردیم پاپ. من مسلمان شدم اکا جان. به خدنه مگر مسلمان میشوم؟ مرحمت برتون اکا. من شما ها نمیگفتم اکا که خط نکنم، لیکن من این لعنتی ها از دومی من دویده که هشتن بی مرام بی مقصد. راست گفتی سوده یا؟ آفرین با تو آفرین. قادر تو به سری لباس این بیچاره نگاه نکن. این مسلمان شده است. کی را فریب میده شما؟ مادام که مسلمان شده است چرا تا حال لباس های پاپ رو میپوشد؟ مرا گوش کن. تا دیگر با این لباس ها نگردی خیل نمیشود. و تو گفتم پاپ رو با ما ده. گب را درست نکن. من شرافیدین را به هیچ کس نمیدیم. کدام شرافیدین؟ کدام شرافیدین؟ من پاپ رو میخوام. پاپ رو. نام پاپ شرافیدین است. برای همین اکا کانون نامش شرافیدین ما. نام پاپ چه شرافیدین میشه؟ پاپ نیست او برادرم. پاپ نیست او مسلمان است. مسلمان شده است میگویم. بسیار گپ نزن از خود او بپرس. جناب پاپ تو مسلمان هستی؟ الحمدلله مسلمانم. تو چه مسلمان هستی؟ مسلمان باشی چرا این خیلی لباس میپوشی؟ رفتیم یگان پاپ دیگر میابیم. این کارو ببین. یک پاپ یافتیم او هم مسلمان بوده است. خیر کجا من میبروم. خیر شرافیدین برادرم مادامی که مسلمان شده ای بیا کاری خدنه رو حل کنیم. اکا جان بیاید من بروم. ایستا شرافیدین. اکا من با تو گفته بودم که او مسلمان نمیشود. شرافیدین شرافیدین این چه خزینه بوده است؟ با خدا این خزینه تا آخری عمر شوکت کافی بوده است. بخشش میپرسم شوکت. دیگر چاره نداشتم. این پول را برده به دیوانه دوده ثبت را میگیرم. رفتیم. ای خدا رو شکر خیریت خلاص شدم. اومده فقط مرا میقپنه. این چی گپه؟ ای خدا. بچه ها با خدا سر بتین چا میکنین؟ او بالا یا خیلی نخواد یا مسلمان
برو با مسلم چی رو میگیرو؟ سر بتین من مسلمانم بخدو. اکه کنون بیا که بایو مرقه بیدن. برو میز. بچه ما همه آدم بوریم فهموندم که من مسلمانم. درو رو کم کن. کی را فریب میکنی؟ مسلمان شده است. تو تنها کنون دیوانه را فریب داده میتونی. زود با ما یک سحر نصرانی آماده کن. مؤذنی که با دخترم است باید او را از دخترم جدا کنم. مشکلی شما همین بده اکا جان. زودتر نمیگی نمیره. برای جادو کنی یا دو چیز میگم بیارین. پخته سیاه، چوچی کلوبی رو داشه، یک دانه کلتکیل است آدم هم باشه میشود، 3-4 دانه لامپچکه کم مصرف و توکوی نو برآمد یا 3-4 دانه. اگر زورتون برسه همه یمیره یک جویا میکنن در یک استکان مینوشینه که چرا من بنوشم؟ کسی را زیاد میفوره که همونا جدا شون باید همون بنوشه تاثیر زیاد میشود. من نمینوشم. ایخی باشه سرزی من برم. این نوشد نمیشود. افتی خانو که این نمیشود. این چه سیر است که تو خودت یگان کار نمیکنی؟ راست گفتی. فراموش کردم اگر یگان استکانی از نرزمینی داشته باشیم با من بتین. سپاسی به پایم به شما. انا من چیزایی که گفتم که همشه قطعا نمی توفی من اجویا کرده بنوشین. همینه. چی گفته سودایی؟ انا همه سیر جادو در همین است. اگر فورتونه که ما جدا شوند همیره بنوشین یگان ذرهش نچکنده. مرحمت احتیاط کن. فهمیدی؟ فهمیدی برادر؟ من رفتم. سلامت باشین. او مؤذن، از پشت تو شده به چه حال گرفتار شدم؟ رفته آن ثبت را گرفته به من بیار. نمیخوام که آن ثبت به دست کیلاس افتد. ثبت را من چه خیل پیدا میکنم؟ این خطای تو است. اگر ثبت به دست کلتا کیلاس افتد تو به محبس میافتی. کلتا کیلاس خلاص میشود. این را نمیخواهم. میخواهم که در محبس پوسیده رود. ولی جناب چی کاری که میکنی آن ثبت را گیر و سراغه گفتم بیار. انتظار شو مؤذن، حسابی تو را هم مییابم. زورا جان میدانی دیروز مرا دیدنی اومدند. از شهرشان برای دیدنی اکاش اومده است. میدانی چه خیلی خوب همدیگر رو میفهمیم. نمیگویی که قیسین گلم است، در حقیقت یک دختر شیرین و زیبا است. دیشب برای هجری هم و خواهرش یک خوراک قیماقی پختم که واهیمش نمی کنم ولی انگشتانشون رو خوردم. این صبح کرته هجری رو درزمو کردم. یگان جوی جنج نداشت. اگر می دیدی کرته مثل لیز و راست بود. با نزدیکی اویلهشون برای خواستگاری من می اومدم. اوف زهرایه، تو هم وقتی زبانت گرفتنت رو یافتی با تو صحبت کردن نمی شود. خیر جانم، خودت رو خسته مکن. من حاضر به مسجد برای گوش کردن امر معروف هجری می روم. بعدا و می خوره می شود. تو زیق مشو، شفا می یابی، خوب می شوی. او شوکت ایچ کاره که تو کدیستی داری خونه خیست رو اومده. پولم نیستم. مرا گوش کن، حاضر چشمانت را میکنم.
چی نگاه داری؟ ای چی کار میکنم من؟ شرمنده شدم. خوش آمدید. خوش باشی جانم، عزیزم. خوبی؟ خوب هستی؟ سلامتیت خوب است؟ جانم خوبم. شما چی خیل هستید؟ خوش آمدید. چی خیل هستید؟ به خدا شما رو یاد کردم. وقت زیاد بود که با ما نبودی. در کجا می داشتی؟ به استراحت رفتم. اونها کی باشند؟ رحمت، خوب استراحت کردم. باید از او خلاص شوم. اگر فکر کند که فریدون دوست داشته من است، دیگر از پسم نمی شود. خیر فریدون جان، تو چی خیل هستی؟ کارهایت چی خیل است؟ خوب، چی خیلی که میدونستی همون خیل. زود مجبورم به خارجه روم. مرا یک سو گذار. تو چی کار کرده ایستاده‌ای؟ من همون خیل چی کار کنم؟ تنها به استراحت رفتم و اومدم، همین قدر. این ابله میلیس رو گپ دوده ایستاده باشد. تو رو بسیار یاد کرده میلیس جان. دیگر به این خیل تعطیل های دراز نرو لطفاً. چرا تنها به استراحت رفتی؟ با هم میرفتیم. خواستم کمی استراحت کنم. یک جایه استراحت میکردیم. کنی دستت را گیر. چی کار کرده ایستاده ای؟ چی کار میکنی؟ تیز میرویم. مرا رها کن. دستت رو بگیر. پسرم تو میدونی من کی هستم؟ رو از اینجا گم شو. سرت رو در بالا نگذار. میلیس تو بر این مرغ را نگاه نمیکنه. کافیست او رو میکشی مگر؟ من تو رو دوست میدارم. دوستت میدارم. نمیفهمی؟ دوست ندار. برای سرم هستی کافیست. کجا شدید؟ منتظر شما هستم. بعدی دانشگاه ها همراهی با نفشه کمی سیر و گشت کردیم. یعنی مرا در خانه گذاشته سیر و گشت کردید؟ خیر من هم در خانه کمی رو بچین کردم. خانه رو نسوزاندی آخیر؟ ای بنفشه جان بسیار شوخ هستی. بیایید داریم. بسم الله الرحمن الرحیم. محترم جماعت، ماهی که اولش رحمت، مابینش مغفرت و آخرش رهایی از عذاب دوزخ است، آمد ماه شریف و مبارک رمضان با یک شما مبارک بود. جناب حق روزداری انسان‌های صالح و خیر و دعاهایی که در این ماه میکنند قبول گرداند انشاءالله. آمین. محترم جماعت، روزداری که یکی از شرط‌های دین اسلام است، 1.5 سال پس از هجرت در دهه ماه شعبان فرض شد برای ما و شما برادران. بعد از آن روز جناب پیغمبر و امتانش در ماه رمضان روزه گرفتند و وقتی زیادشان را با عبادت صرف میکردند. جناب پیغمبر ما مثل که راه یک مهمانی با قدر را منتظر میشوی، همین خیل منتظر ماه رمضان میشد. 3 ماه پیش خوشحال میشد، برای رمضان آمادگی میدید، برای عبادت خود را حاضر نموده. ماه رمضان که میرسید روزهش رو به درستی میگیری و طلب مغفرت میکرد. پیغمبرمون در مسئله خوراک اوسری با دقت بود. میگفت برای خوراک اوسری برخیزید، زیرا خوراک اوسری خوراکی با برکت است. دعاهایی که در وقت خوراک اوسری کرده میشود قبول میگردد و عبادتهایی که در صبح کرده میشود در نزد خدا
بسیار پرارزش است بیان میکرد. ماه رمضان که رسید ما هم باید این ماه با برکت را استفاده بریم، نماز را برپا داشته کارهای خیر را انجام دهیم و نیازمندی خود را در نزد خدای بی‌نیاز ابراز نموده باید از تحت دل دعا کنیم. پیغمبرمان وقتی افطار را نیز بی‌صبرانه انتظار میشد. وقتی افطار که رسید روزش را میکشود، خدا را سپاس میگفت و از نعمت‌هایی که خدا به بنده ارزانی داشته بود استعمال میکرد. وقتی افطار کردن پیغمبرمان میفرمود که وقتی اجابت دعا است و پیش از روزه کشایی دعا میکرد: خدایا برای راضیگی تو روزه داشتم، با رزقی که به من دادی روزم را میکشایم. بعدا اگر میبود با خرما، اگر نبود با آب روزه‌اش را میکشاد و این خیل کشادن را توصیه میداد. محترم جماعت، فراموش نکنید که ماه رمضان تنها ماه روزه‌داری نیست. این ماهی است که طول یک سال خودمان را حساب و کتاب کرده، توبه نموده و به خدا قول داده که ما را بیامرز دیگر این گناهان را تکرار نمیکنیم. خداوند متعال مثال بهترین به جناب پیغمبرمان میآورد که در زندگی و بندگی ماه رمضان جایگاه خاص دارد. رمضان برای پیغمبرمان ماه رحمت، برکت، مغفرت و فرصتی بود که در بندگی زیادتر عبادت کند. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود نفری به رمضان رسید ولی از گناهانش پاک نشد، صد حیف برو که فرصت بزرگی را از دست داد. ماه رمضان ماه بخشش گناهان است میفرمود. جناب پیغمبرمان در ماه رمضان مثل دیگر ماه‌ها از خدا همیشه استغفار طلب میکرد. غیبت، تهمت، دروغ و دیگر گناهان را هرگز نمیکرد. پیغمبرمان روزه را با خواب نمیگذراند، با عبادت میگذراند. او صلی الله علیه و آله و سلم میفرمود روزه‌داری از تشنگی و خالی ماندن معده عبارت نیست. پیغمبرمان با همه اعضایش روزه می‌داشت. روزه را دلش، زبانش و همه حجره‌هایش می‌داشت و او در این مسئله ما را آگاه کرده است. زیاد نفران روزه‌دار است که روزه داشته آنها بجز گرسنگی و تشنگی دیگر چیزی ندارد. در جای دیگر این خیر فرموده است: نفرانی که دروغ و تهمت را ترک نمی‌کنند بدانند که خداوند به نخوردن و ننوشیدن آنها هیچ احتیاجی ندارد. روزه پرده است، سپری است محافظتگر. نفری روزه‌دار نباید گپی بد گوید، رفتاری ناشایسته کند و هر رهگذری که سنگ زد نباید در عوض به او سنگ پرتاید و باید آرام و صبور باشد. جناب پیغمبرمان روزه‌دارم گفتن نمیخوابید. مثل بعضی انسان‌ها در مسجد در زیر هواخون و کنک خواب نمیکرد. همچنین به جنگ بدر رفت که در ماه رمضان بود. جناب پیغمبرمان پیش از آنی که با او رسالت پیغمبری آید در غار حرا وقتش را با عبادت می‌گذراند. وقتی که آیات‌های قرآن کریم نازل می‌شد، پیغمبرمان از غار حرا برآمده در ماه رمضان به نزد مردم می‌رفت و وظیفه‌اش را اجرا می‌کرد. در حیاتش همیشه 10 روز آخری رمضان را در مسجد با اعتکاف می‌گذرانید. با خدایش تنها می‌نشست، برای امتش دعا می‌کرد، بسیار دعا می‌کرد. جناب پیغمبرمان همیشه با خلق یک جایه می‌نشست، خود را از مردم جدا نمی‌گرفت و رابطه‌اش را از آنها نمی‌برید. او همیشه قرآن قرائت می‌کرد و حیات قرآنی داشت و از قرآن کریم جدا نبود. در ماه رمضان زیاد قرآن می‌خواند و چون آیت نازل می‌شد آن را به صحابگانش به پورگی می‌آموزاند. در سوره قدر خدا می‌فرماید که ما قرآن را در ماه شریف رمضان نازل نمودیم بندگان. پیغمبرمان باشد آیات‌های قرآن را در وقت و ساعتش به مردم می‌رسانید. پیغمبرمان در ماه رمضان همیشه دست به دعا بود و هر ثانیه روزه را با عبادت می‌گذراند و این عمل‌های خوبی که در رمضان اجرا می‌کرد بعد رمضان هم ادامه می‌داد و این را با امتش توصیه می‌کرد، چون که پیغمبرمان ماه رمضان را فرصت تغییر یافتن می‌دانست. محترم جماعت، ما باید همچون امتان پیغمبر در این ماه مبارک فرض و سنت‌های پیامبرمان را به عمل رسانیم و از خدا و رسول آنگونه که شایسته است با صدق پیروی نماییم. خداوند ما را مسلمان حقیقی گرداند و از بخشش و مغفرتش بی‌نصیب نگرداند. آمین. به خداوند در این ماه مبارک برای کشادن روزه‌هایمان به ما بندگانش نعمت‌هایی که نصیب کرده است شکری بی پایان می‌کنیم. با برادرانی که مشکلی دارند، بیمار هستند، مسافر و غریب و در کشورهایشان جنگ و جدال است، از درگاه خدا صلح و آرامش را طلب می‌کنیم. خداوند ما را دستگیر مظلومان، غریبان و انسان‌های فقیر و ناتوان بگرداند. آمین. خداوند به ما شکر نعمت‌های بی پایان را به جا آوردن را نصیب کند ان شاء الله. آمین.
моҳи рамазоне ки шоҳ 11 моҳи дигар аст имсол ҳам ба мо алакай расид. ба даргоҳи худованд ҳамду сано мекунем. ба ҳама мусалмонҳои дунё рамазони шариф муборак бошад. худованд ин моҳи муборакро ба хайр гардонад иншоаллоҳ. آمین. آمین. бачаҳо салом. سلام ورکه ایدریس. саволҳоро пурсам омода ҳастед? آماده‌ایم. набошад якам саволро медиҳам. номи 5 паёнбари бузургро номбар кунед. حضرت نوح، حضرت ابراهیم، حضرت موسی، حضرت عیسی و حضرت محمد. офарин ба шумо. дуюм саволро медиҳам. номи китоби муқаддасе ки ба ҳазрати мусо нозил шуд чӣ буд? کتابی تورات. офарин. саволи сеюмро мепурсам. номи китоби муқаддасе ки ба ҳазрати исо нозил шуд чӣ буд? کتاب انجیل. офарин. охирон саволро мепурсам. номи китоби муқаддасе ки барои ҳамаи оламиён ва паёнбари мо нозил шуд бигӯед ки чӣ аст? قرآن کریم. мошаллоҳ, инҳо бисёр фаъол ҳастанд. бачаҳо шумо инҷо мунтазир шавед, ман барои шумо бозичаҳо гирифта меоям, майлаш? аҳсан ба шумо. نه برای من بازیچه جنگاور بخرید. писарам, бин, Человек-паук як қатор қаҳрамон аст инҷо. مدام بازیچه جنگاور بخرید. духтарам, ту ақалан лухта гир, чикор мекунӣ ҷанговарро? نه جنگاور میخورم. نه مادر، آن دخترک از دخترکش خرید. نه مادر، برای من جنگاور را بخرید. салом алайкум акай аҳмад. علیکم سلام خوب هیدری. هستی؟ خدا را شکر. تو چه خیل هستی؟ ман ҳам хубам, шукри худо. акай аҳмад, барои кӯдакҳо бозича мегирам. کدام نمودش؟ камазча, мошинча, ҳамин хел мешавад. бозичаҳои кӯдакона бошад, ҳар хела бошад мешавад. شد. الان در آن طرف هستم. ана худашон омадам. بسیار خوب. акай чӣ хеле ки гуфтам камазча, мошинча, пуфак, ҳамин хел бозичаҳо биде. ҷанговар гуфтед? جنگاور، 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 جنگاور. پلها را آوردی؟ ثبت در کجاست؟ پلها را ده، ثبت را گیر. تو را باور کرده نمیشه دیوانه. اول ثبت را ده. نه، اصلا تو را باور کرده نمیشود. پول را ده، ثبت را گیر. پول در کجاست که بینم؟ بین اینجاست. دیدی؟ ثبت را بیار. تمام. اینجا منتظر شو. به خدا دیوانه است. وای، ثبت در دست دیوانه بود است کو؟ او دیوانه ثبت رو با من ده. این را از من هیچ کس نمیگیرد، فهمیدی؟ هیچ کس نمیگیرد. این را میدیم، پولم را بگیرم. اوه، بسیار آسان گرفتمش. دوست ثبت را دزدید. دوست ثبت را دزدید. چی کار کرده ایستاده دیوانه؟ وای سمی شغال ثبت را دزدید. شغالی دوست ثبت را دزدید، گریخته رفت. یک ثبت را صاحبی کردن نتوانستی، خدا لعنتت کند. زورا نزدی سازی بعد هم با بخوریم. زهرا، سمی در کجاست؟
چی گفته ایستاده؟ زهرا نفهمیدم. شد خزینه برگشت. سلطانم بیستا حاضر ماشین را گرفتم میایم. خزینه دادی من شد سلطانم. санам ҷон каме дигар сахтарак буванд ки либосо ба замин нарасанд ифлос шаванд. ман ҳамеша ҳамин қадар мебандам, ҳеҷ чиз намешавад. ҳамеша ҳамин хел мебандад? либосо якамро ҳамин духтар офтоб мекунад, вале агар банд канад либосо ифлос мешаванд. не ҷонам, не ту парво макун, ҳеҷ чиз намешавад. бунафша ҷон, ту акнун бо мо дар Истанбул зиндагӣ мекунӣ. мегӯям ки дар хонаи ҳиҷрӣ бист як муддат дарҳол хобгоҳ фалон макоб майнаш? албатта би ин ҳам дар хобгоҳ намеистам, инҷо ҳамроҳи акаам зиндагӣ мекунам. ин хел намешавад, дигар бо ҳиҷрӣ танҳо монда наметавонам. чӣ? фикри беҳтарин ширинам, ба фикри ман дуруст мекунӣ. боз ҳам самимӣ мешавем, зуд во мехӯрем, якдигарамонро хубтар мешиносем. бунафша, акаат беҳтарин марди ҷаҳон аст, медонӣ? нигоҳи зебояш, қошҳои пайвандаш, хандаи аз таи дили зебои бегуноҳаш ақламро аз сарам мегирад. бунафша, албатта ки ту акаатро хубтар мешиносӣ. чӣ хеле ки мебинӣ ҳамон хел нест. баъзан ҳиҷрӣ тамоман одами дигар мешавад. чӣ хел яъне? яъне чӣ хел? масалан, як бор қаҳр карда будем, баъдан чӣ кор кард медонӣ? чӣ кор кард? маро дуздид. чӣ? дуздид гуфтӣ? бале, маро дуздид. падарам намегузошт ки вохӯрем. ҳиҷрӣ ҳам бо ман ошиқ буд, маро ки намедид ҳеҷ кор карда наметавонист. як рафиқ дорад, номаш ҷанговар аст. якҷоя шуда маро дуздиданд. бисёр романтики ҳамин хел не? баъдан чӣ шуд медонӣ? шабро дар ҷангал дар як кулбаи вайрона якҷоя гузарондем. дар кулбаи вайрона? бале, бисёр ҳам романтики ҳамин хел не бунафшаҷон? акам ҳамроҳи ту дар кулбаи вайронае ки ҳеҷ кас набуд танҳо мондед? албатта. вай, дар байнамон болишт гузоштем. чӣ хел болишт? болишти ҷоизӣ. болишти ҷоизӣ гуфтӣ? хаста набошед. ака, санам чӣ мегӯяд? чӣ мегӯяд? ту санамро дуздида будаӣ. не бунафша, ин хел кор нашудааст, инро дуздӣ намегӯянд. чӣ хел яъне? ту маро дуздиданатро инкор мекунӣ ҳиҷрӣ? боз шабро дар як кулбаи вайрона гузаронидаед. бунафша, охир ин кор нашудааст, худам ба ту нақл мекунам. набошад чӣ хел шуд? ҳамаашро нақл кун ҳиҷрӣ. кани маро чӣ хел дуздиданатро ба бунафша нақл кун. либосатон афтоб кунам. не ҷонам, не, ту худатро ғам наде. ту дар бораи ишқи бузургамон ба бунафша нақл кун. картошкаро зери алов пухта бадастони худат маро хӯрондӣ. дар ҷангал моро дар пуштат савор кардӣ. дар об якҷоя афтиданамонро, бо балангу як эълон кардани ишқатро. бо балангу як? оҳо, бунафшаҷон, акат ба ман он қадар ошиқ аст ки... ё худоё, эй духтар, ту чӣ кор кардӣ? коратро бубин. офарин ба ту, боварам намеояд. ҳамаи либосоро пури хок кардӣ. охир ҳиҷрӣ, ман бандро бисёр сахт баста будам. санам, эй духтар, дар болои банди борик такя ки кардӣ албатта меканадай. як дақиқа истканӣ, ту маро ғафз гуфтанӣ ҳастӣ. ту инро ба ман ишора кардан мехоҳӣ? ё худоё, ғавс не фарбе. охир сабтро бисёр осон гирифтам, ҳа? вагарна ҳабс мешудам.
سمی تمام شدی تمام. ماشینم ای باور نمیکنم. خدایم این چی خیلی زیبا است. خدایا رنگش رو ببین. خدایم. مادر باز اینش چی است؟ از کجا پیدا شد؟ از می هدیه کرد. بسیار زیبا است. خیلی ملیس این رو بین چه زیبا است. خدایا پولهای این دیوانه تمام نشد. تو با کجا می روی ملیس؟ با کار می روم و در وقت زیاد است که کارخانه نرفتم. سلطانم ماشینت چه خیل معقول شد؟ جناب عزمی جان معقول یک سویست. بسیار معقولم شد. معقول شد. ای رنگش رو بین سب سرخ لالگی. تشکری زیاد جانم. خواهش میکنم هیچ گپ نیست. خوب استفاده بر جانکم. طبیعی جانکم. وای میگویم که با ماشین سیر و گشت کنیم چی؟ البته چه خیلی که خواهی؟ باز این رو ماشین روزی تویمون میکنیم. چی میگویی؟ چه خیلی که میخواهی؟ یک تای من سلطان ماشین داماد و عروسی همون میکنیم. کنی سوار شم سیر میکنیم. جنابی عزمی بسیار شیرین هستید. ای ماشین جانم و خدایا عزمی جان سیر و گشت میکنیم. کنی ملیس یک طرفیست یک طرفیست. مادر چی خبر است؟ کاردار نشم. بای بای. من توی شما رو اوف این کی شده باشد؟ خود با خود کفیده باشد. چی کار میکنم اکنون؟ خیر نبود. به خانه تولین شنلی یک تاکسی روان کنید. تشکری زیاد. چقدر زود اومده؟ به مرکز لطفاً. خوش خانم خواستگار و جناب هجری، برای شما یک سورپریز آماده کردم. کاش زحمت نمیکشیده. چه خیلی زحمت بنفشه. این خیلی میشود مگر. به این هم رمضان نزدیک آمده است. از این پس خوراک صبح و افطار را من میپزم. اکا این رمضان بسیار مشکل میگذرد. برای شما باز یک خوراک ملی یعنی خوراک مردمی آماده کردم. گل ماهی در تفدان بریان شده. گل ماهی گفت؟ موسمش نیست کو؟ انا گل ماهی در تفدان بریان شده. خب ولی این گل ماهی نیست. چه خیلی گل ماهی نیست؟ این شیر ماهی است. اکا حالت را از طرفی خوبش نظر کن. خوب که گل ماهی گفتن از زمان کرمار نگذاشته است. یعنی چه خیلی؟ این گل ماهی نیست مگر؟ توبه کردم سنم. این گل ماهی نیست، شیر ماهی است سنم. هجری چی شده؟ پختم رو معقول نکردی؟ سنم جان این گل ماهی نیست، شیر ماهی است. شیر ماهی است؟ با تو باورم نمیاد هجری. خوراب انتخاب کنی با تو میزیبد؟ چی گل ماهی باشد چی شیر ماهی هر دوشان مانند هستند کو؟ چی اهمیت دارد آخر؟
یعنی شما هم خورید؟ برای شما پختم اینها رو. اول تو اکا. بسم الله کن بنافشه. نه اکا اول تو گیر. اول مایده کو میخرم. نه اکا جان استغفرالله اول بزرگ کو. ای هیچی ده با مزه دستان درد رو نبینه. نوشی جان شیرینم. مثل علف است. اوه اکا اوه عشق تنها چشمانت رو کور نکرده است، مزه دهانت رو هم گم کرده است. وای بخشش با کجا می رویم؟ چون که این راه مرکز نیست کو. از تو میپرسم. کمک یاری کمک. خانم الیس من کمالی سیاه. تو اینجا چی کار داری؟ چی کار نکنی؟ مگر مرا دزدیدی؟ کنی ماشین رو من کن. ماشین رو من کن گفتم. خانم الیس نفرایم ماشین رو من کن. خانم الیس بسته من دشور میشه. چی کار میکنی؟ چی کار میکنید خانم الیس؟ کمی مون که میمردیم های؟ تو مرا با کجا میبری؟ وقتی رفته میبینی. بیا سردارم چه خیلی که فرمودید مرده خیلی را گرمانه بنازی اویله اشون روان کردیم. اویله هم داشته است؟ البته سردارم 3 زن داشته است، باز یک اکا داشته است. سردارم آدم کش بوده است، حتی مافیا نامی او را شنیده میگریخته است. این نیه؟ ایهوی البته سردارم لقبش اژدهار سرخ. اژدهار سرخ؟ بله کراسین دراکون. خدایا این ثبت رو به نزدیکی آورده باشه. شکر که زهرالود نشدیم. بله یکی هم دختر خودپذیر یاد گرفته است. اکا تو خوب هستی؟ مادرم دختری که گلماهی رو از شیرماهی فرق نمیکند به تو نمیدهد. اولی یاد میگیره بنفشه. اکا تو زیغ نشو، اما تو به این دختر سخت دل نبند. غیر امکان است تعقیبم کردم. چی شد خواهرم؟ مرا تعقیب کردن در اینجایم. کی در اینجاست؟ بنفشه گپ زن چرا ترسیده ای؟ آنجا هستن اکا. در خونه همون که بودم به خواستگاریم آمدن، اما رد کردم، دیگر مرا آرام نگذاشتن. به خواستگاری تو آمده بودن؟ چرا من از این خبر ندارم؟
حاضر به خانه در اومده دختر رو میدوزده. اکاش رو چیکار میکنیم؟ اکاش کی است؟ خودش یک مؤذن بوده است. مگر از اون میترسی؟ چرا این رو پیشتر نگفتی بنفشه؟ آنها برای دزدیدن من آمدن. من ترسیده ایستادم. از هیچ چیز نترس خواهرم. آدمی که به طوری محیط تو ضرر میرساند نابودش میکنم. فهمیدی؟ تو با اتاقت رو در رو قلف کن، من میایم. مایلش؟ نه اکا نرو، آنها بسیار خطرناک هستند. اکا بنفشه با اتاقت رو درت رو قلف کن، من زود میایم. فهمیدی؟ کنی بیا زود. درت رو از درون قلف کن. وای 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 جناب سقراط، بسیار خوب میدانستم که تو نمرده ای. سمی نشانت میدهم. گوش کنید، هر دوی شما اینجا مانیم. این کی است؟ یک باری دیگر با اینجا آید، با شما دیگر این خیلی خوب معامله نمیکنم. این کی است باز؟ از کجا پیدا شد؟ از خواهر هجری دور میشوی. تو رو اگر یک بار دیگر در اینجا بینم میکشم. چرا مرا به اینجا آوردی؟ دیوانه هستی؟ برای تو رو دوست میدارم گفتن میلیس. مرا دوست ندار، چون که من تو رو دوست نمیدارم. با من یک امکانیت ده میلیس. برای عشقم رو به تو نشان دادم. یک امکانیت. هرگز. تو هم نسبتی من حسی داری میلیس. چرا با من این خیلی بی‌رحمانه رفتار میکنی؟ نسبتی تو هیچ حسی ندارم. اگر با من یک امکانیت ندهی میلیس، از اینجا میپرم. پرتو که از تو خلاص شوم.
چی کار میکنی؟ دیوانه هستی مگر؟ خواهرم خطر پسی سر شد برو. بنفشه 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 خوب هستی؟ بنفشه 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 با من امکانیت میدی ملیس؟ نه نمیدیم. اگر میپرتفتی که ها میپرتفتی کنی پرتو؟ گفتم خودت رو. تو چی کار کردن میخواهی؟ اکنون وقتی مردنت فرا رسید. سقراط رها کن مرا، به تو هم یک تانه بلا بالای سرم است. تو میموری. ساکت رها کن.
با وجود آمدن استقلالیت جمهوری تاجیکستان، رابطه‌های دوستی و همکاری دولت چین با جمهوری تاجیکستان آغاز یافت. دولت چین یکی از ترقی کرده‌ترین دولت از جهت علم و تکنیک به حساب می‌رود. دانستن علم و تکنیک زمانوی برای هر یک ما شرط و ضرور است. امکانات تحصیل را در دانشگاه‌های دولتی چین از دست ندهید. دیگر راه دشوار برای تحصیل نمودن در دانشگاه‌های دولتی چین عموماً وجود ندارد و آسانی سال اول زبان چینی را از خود می‌کنید و بعداً اختصاص را انتخاب نموده تحصیل را ادامه می‌دهید. کاش یک بار دیگر جوان می‌شدم و در دانشگاه‌های دولتی چین تحصیل می‌کردم. برای معلومات پورا به سراغ ما بیایید. سراغ ما شهر دوشنبه، محله 82 کوچه باباجان غفورов، بینای 34 کسر 2. تلفن برای تماس 908 44 88 18.